health and safety management شد. یعنی اگر یه حادثه پیش میاد ما روی ایمنی سلامتی روحی، روانی و رفتاری کارکنان چه کاری انجام میدیم. آیا سازمان این فضا رو ایجاد میکنه که کارکنان بدون تنش بیان تو محیط کار بکنن؟ فردی که فرض کنیم 300 متر میره بالای دکن، آیا این آرامش روحی و روانی در منزل ایجاد شده که میخواد بیاد تو این فضا کار بکنه؟ پس ایجاد شدن یک حادثه منوط به عوامل متعددی که در مدل‌های تعالی این باید دیده بشه. ما جهت استحضارتون در میدکو اولین بار باز در سطح کشور مدل تعالی HSE رو درست کردیم. یعنی بر اساس این مدل شرکت‌هامون رو، مجتمعامون رو ارزیابی می‌کنیم و در این مدل نقش رهبری سازمان خیلی مهمه. ما بعضی شرکت‌ها رو وقتی مراجعه می‌کنیم میگن خب مثلا فقط واحد HSE مسئوله. نه، مدیریت سازمان چقدر مسئولیت داره؟ واحد سرمایه انسانی سازمان چقدر؟ یعنی HSE رو فقط به عنوان یه بخشی می‌دونیم که مسئول تمام حوادث یا پیشگیری از حوادثه، در حالی که عوامل متعددی هستن که این HSE رو میتونن بپرورونن و بتونن رشدش بدن. خب شما ملاحظه می‌فرمایید که الان در کشور ما هر سال ما در تهران رو من مثال بزنم، وقتی که بارون میاد بلافاصله خیابونا میبنده، ترافیک ایجاد میشه. هر سه زلزله میاد هر کسی دنبال کار خودش که به یه شکلی بتونه خودش رو نجات بده. یعنی ما نگاهمون به HSE یک نگاه جامع و سیستماتیک نبوده در کشور ما. اگر ما بیام حوادثی که ایجاد میشه بررسی کنیم، مطالعه کنیم و بتونیم در تیم ورک های مشترک اینها رو تجزیه و تحلیل و آنالیز بکنیم و پیشگیری کنیم، میتونیم به یک HSE واقعا مطلوبی برسیم. خب ببینید هر سال ما ترافیک رو داریم، وقتی که زلزله میشه حوادث و عواقب اون رو داریم. شما اگر با آمار روزنامه ها مراجعه کنید و جراید، ما هر سال شاهد چپ شدن اتوبوس ها هستیم در جاده ها. حداقل راهیان نور رو که من میدونم که سالی یه بار اتوبوس چپ میکنه، یا مدارسی میبینیم که مدام آتیش میگیرن به خاطر بخاری های فرسوده و مستهلک. خب اینا مسئولیتش با کیه؟ با اینکه همه اینا واحد HSE دارن. مسئولیت اینجاست که ما به HSE با نگاه سیستماتیک و دانشی نگاه نمی‌کنیم. الان خب این همه انفجاراتی که در معادن به وجود بیاد، ببینید در معادن زغال ما تحقیقی انجام دادیم که ان شاءالله 2-3 ماه بعد پابلیش میشه در سطح کشور برای اولین بار در ایران، که ببینیم اصلا معادنی که انفجارات درش پیش میاد، ریسکایی که این معادن دارن از چه عواملی هست و بتونیم مدل‌هایی رو برای پیشگیری ارائه بکنیم. ما میگیم که HSE تابع یک توتال سیستم هست که HSE بخشی از اونه. شما آیا میتونید واحد تولید رو از کارخونه حذف کنید؟ قطعا نمیتونید. آیا واحد خرید رو میتونیم حذف کنیم؟ نمیتونیم. اون کارخونه احتیاج به خرید داره، تولید نیاز داره. ولی بعد از اینکه HSE یه مقدار به استانداردهای ایزو نزدیک شد، اومدن اسمش رو گذاشتن HSEMS. همین بزرگترین خطایی بود که باعث میشد ارزش و جایگاه HSE بیاد پایین. HSEMS وقتی ما میگیم یعنی میایم استانداردهای ایزو و اوکسس رو با HSE چیکار میکنیم؟ میکسش میکنیم. در چه ممیزین خارجی که میان 80-90% از وقتشون رو جزء کلیات این استانداردها صرف میکنن. ما در میدکو تونستیم رو جا بندازیم که اگر HSEMS داریم، HSE هم نقش خودش رو باید ایفا بکنه. HSE زیر نظر مدیر عامل، بالاترین مقام سازمان، اجازه داره خط تولید رو بخوابونه، اجازه داره هزینه بکنه، اجازه داره، ولی دسترسی به این توانمندی‌ها لازمش چیه؟ سرمایه‌گذاری در HSE هست. الان از همین جنبه بپرسیم آخرین آموزش‌هایی که در دنیا در زمینه HSE انجام میشه چیا هستن؟ شاید زیاد آشنا نباشید. شاید همیشه تو بازده پروژه‌های بین‌المللی همیشه مدیران بهره برداری رو ما اعزام کردیم، مدیران HSE رو اعزام نکردیم. آخرین مطالعاتی که در دنیا انجام میشه، ما بگیم اصلا آخر اردیبهشت ماه اولین کنفرانس مهندسی ایمنی در چین میخواد برگزار بشه توسط دانشکده مهندسی ایمنی چین. چند نفر از این دوستان اونجا حضور خواهند داشت؟ هیچ کس. چرا؟ به دلیل اینکه ما به HSE فقط به دنبال اقدام واکنش انجام دادن و بخیه رو چسب زدن یا زخم بستن نگاه میکنیم. ما به HSE فضا ایجاد نکردیم که به عنوان کنشی، دیدگاه کنشی داشته باشه. ببینید ما در مدیریت دو تا دیدگاه داریم، یکی واکنشی، یکی کنشی. دیدگاه واکنشی برمیگرده به سال 1940. تا آتش نگیره نمیریم خاموشش کنیم، تا خراب نشه نمیریم تعمیر بکنیم، تا نشکنه اصلاحش نمی‌کنیم. ولی دیدگاه کنشی میگه چرا این دیوار باید خراب بشه؟ اگر خراب شد نقش من کجاست؟ ببینید الان همین حادثه سیلی که هفته قبل پیش اومد،
خب این یه تجربه دنیای از تجربه بود برای مجموعه شرکت‌هایی که توی این مجموعه فعالیت میکنن. آیا ما به روش نظاممند و دانشی نگاه کردیم؟ آیا اومدیم اون ارتباطات حلقه‌ای و COP های ایمنی رو ایجاد بکنیم؟ حداقل تو شرکت ما من دیدم که نشد. چون که به من 10 نفر زنگ می‌زدن گزارش حادثه میدادن، در حالی که ما در مدیریت بحران یک سازمانی داریم، یک نفر فقط اطلاع رسانی باید انجام بده، یک نفر فقط باید دستگاه دولتی تماس بگیره، یک نفر فقط باید حادثیده ها رو جمع آوری کنه، یه فردی باید فقط پل ها رو نظارت بکنه. یعنی فرایندهای وجود داره در مدیریت بحران که اگر ما سیستماتیک و نگاه نکنیم همیشه حادثه اتفاق خواهد افتاد، همیشه تلفات خواهیم داشت، همیشه تولید خواهد خوابید و مسائل مختلف. پس نگاه من نوعی به HSE این هستش که با اونچه که در دنیا اتفاق میفته حرکت به سمت زیرو دیفکت تلفات انسانی و مالی و جانی هست. یعنی ما به سمتی بریم که HSE ما بتونن این توانمندی رو ایجاد بکنن، آموزش ببینن و هر قدر هم سرمایه گذاری کنیم روی HSE، سرمایه گذاری برای این کشور و برای مردم، برای جماعت و سلامتی خودمون هست، برای سلامتی خانواده‌مون. ما تقریبا میشه گفتش که بیشتر وقتمون رو توی معدن و کارخونه میگذرونیم. پس چرا به فکر سلامتی مجموعه نباید باشیم؟ نگاه سیستماتیک رو من خواهش میکنم که دوستان ممرات‌ها هم اعلام آمادگی میکنه کمک بکنه در این زمینه، تیم هایی رو تشکیل بدیم، تیم های عملیاتی که بتونن اینا توانمند بشن. از آیوش نمیدونم انگلیس دعوت بکنیم، از دانشگاه مهندسی ایمنی. فقط ما نگیم که مشاور آوردیم به ما بگه در چند متر به زغال میرسی. ما اون موقعی به زغال خواهیم رسید و به بهره برداری خواهیم رسید که فرد سالم، فرد ایمن، محیط سالم و تجهیزات سالمی داشته باشیم. خب اینا رو کی می‌خوایم تأمین بکنیم؟ من خودم روزی که اومدم رفتم زون 5 دیدم که خب بعضی از دوستان حرفایی میزنن که احتمال داره این سقف بریزه. وقتی ما میگیم احتمال داره یعنی ریسک وجود داره. ریسک تابعی است از احتمال ضرب در شدت. حالا اگر احتمال یک هم باشه چون شدتش بالاست، من نوعی اونو به عنوان ریسک‌های غیر قابل تحمل قلمداد خواهم کرد. پس باعث جلوشو بگیرم. با روی گفتم به دوستانمون در معدن تا این بحث ریسکش، بحث ایمنش ایجاد نشه من نمیخوام بری توی عمق. برای من اول سلامتی کارکنم مهمه تا اینکه بیام 100 تن 200 تن زغال در بیارم با چه هزینه‌ای با چه قیمتی. یعنی یکی از بیسیک ها و نیازها و پیش نیازات استخراج ایمنیه. ما اینا جدا از هم نباید ببینیم. پس بحث رهبری خیلی مهمه. من یه بار در زلزله تبس، زلزله بم یادمه که جزء مشاورایی بودم تو اونجا حضور داشتم، میتونم بگم 15 تا سازمان و ارگان چادر فرستاده بودن، ولی اون قلاب هایی که چادر رو باید به چوبا وصل بکنه و حفاری انجام بده این قلاب بده رو زمین رو نبرده بودن. این چیه؟ این به دلیل نبودن مدیریت بحران. ما میگیم preparedness for چی؟ emergency، واکنش در شرایط اضطراری. یعنی ما تیم‌های عملیاتیمون طوری آماده باشن که هر حادثه رو در همون اول قبل از به وجود آمدن خنثی‌اش کنن. ما در فرآیند بحران 3 تا فرآیند اصلی داریم. فرآیند قبل از ایجاد حادثه، فرآیند خود حادثه، در زمان حادثه و بعد از حادثه. من تقریبا 15 سال قبل توی روزنامه ایران یه مقاله‌ای زدم بعد از زلزله‌ای که در تهران اومد تحت عنوان مدیریت بحران در زلزله و نگاه سیستمی. دقیقاً اونجا تعریف کردم که اگر تو این 8 ریشتر زلزله بیاد اصلا بیت صحرای ما پذیرش اجساد هست یا نه؟ کجا باید دفن کنیم این آدم‌ها رو؟ ببین باید سیستمی دید. اصلا مسئولینی که اسمشون مدیر بحران هستن خونه‌شون ضد زلزله هست یا نه؟ یا اونا باید موقع زلزله فدا بشه یا فرار بکنه یا کجا بره؟ تمام اینا مواردی هستش که ما در مدیریت بحران می‌بینیم و من خواهشم این هستش که حتما به صورت سیستمی به این قضیه نگاه بشه. تمام دوستانی که حضور دارن قطعاً علاقمند هستن. ما به عنوان مدیران شرکت‌ها باید کمک کنیم که شما همیشه جلوتر از تولید باشید. یعنی اگر HSE جلوتر از تولید بود ما برد کردیم. اینکه حادثه بیام اقدامی انجام بدیم این میشه نگرش دهه 1940 و واکنشی که در ده سال قبل این رو اومدن دیگه منسوخ کردن نگاه رو. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم با توجه به اینکه از برنامه یه خود عقب هستیم و خواهشم این هستش که از راهنمودهای آقای مهندس کوریتی که بالاخره جزء زحمتکشان، بنیانگذاران و
متولیان این بحث در مجموعه تبس هستن از راهنمایی‌هاشون استفاده کنیم. آقای مهندس خیلی ممنون. خواهش ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فکر کردم طبق برنامه میخوان جلو از حضرت عالی خواهش کردم. فقط من این HSE آخرش رو متوجه نشدم چیه. در حالی که انرژی اصلا هیچ ربطی به HSE نداره. بعضی اومدن C اضافه کردن، کانستراکشن، بعضیا انجینیرینگ گفتن. HSE حالا هر چیزی میخوایم بهش وصل کنیم اون دیگه مایلیم با دوستانی که تو این زمینه کار میکنن فیس تو فیس. اگر رشته من معدن نیست ولی رشته من سیستمه و اولین کتاب 18000 که در ایران تدوین شد سال 80 من نویسندش من بودم. 18000 که برای مختص است. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و ارادت دارم خدمت تک تک شما عزیزان. سلام و درود میفرستیم به روی پرفتو ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی و آرزوی صحت و سلامتی کامل برای مقام عظمای ملی مرجعیت و مهدویت محور عظیم الشأن انقلاب اسلامی. تشکر میکنیم جناب مهندس فیروزاده از فرمایشات شما که طبع دل ما بود، انگار از دل خود ما در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت میکردید و امیدوارم تک تک فرمایش‌های حضرت عالی آویزه گوش تمامی نیروها و کارشناسان HSE و واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی حداقل مجموعه شهرستان توسط ما باشه. من تشکر و قدردانی میکنم به نیابت از آقای مهندس قاسم‌زاده بر برگزاری جلسات مستمر و مداوم کمیته HSE که قطعاً و الزاماً به عنوان راهبرد و راهکار در حوزه‌های معدنیمون مطرح بوده و انشاءالله صلاح کار همه ما در حوزه‌های معدنیمون باشه. ناگفته نیست که رعایت سلسله مراتب امور ایمنی و واحدهای HSE رعایت تمام موارد ایمنی قطعاً کمک به سزایی رو به جامعه و مخصوصاً به دولت انجام خواهد داد. ما در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حسب دستور مقام عالی وزارت اولین کار خودمون رو در حوزه ایمنی گذاشتیم، صیانت از نیروهای انسانی قرار دادیم و بعد اجرای قوانین کار. بود اهمیت من در چندین جلسه خدمت بزرگان عرض کردم. به همین خاطر راهبردها، راهکارها، آیین‌نامه‌هایی که خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تدوین و تهیه میکنه و ارسال و ابلاغ میکنه ما هم قطعاً بلافاصله به تمام واحدهامون ابلاغ میکنیم و نظارت میکنیم که اجرا بشه. منتها در اثر مشکلاتی که در واحدهای صنعتی و معدنی و تولیدیمون داریم ممکن هست بحث‌های HSE مون به فراموشی و یا به ارزم بزرگ تو حاشیه برود. فرمودن آقای مهندس جلودارزاده که گروه‌های HSE بالاترین قسمت هر حوزه هستن. همین انتظار هم ما از تمامی مدیران داریم. خدمت شما بزرگان عرض بکنم کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شما اگر به صورت مداوم فعال باشد و صرفاً تهیه نشود و صرفاً یک رفع تکلیفی از شما نباشد قطعاً بحث‌های نظارت دولت هم در زمینه از ما حذف خواهد شد. ما نیاز نخواهد بود که در کارگاه حضور پیدا کنیم و بخوایم نظارت بکنیم. انشاءالله در کشور ایران به جایی برسیم که هیچ ناظری در حوزه‌های ایمنی ما نداشته باشیم. تو بحث‌های دولتی خود حوزه‌های خصوصی اینقدر قشنگ بحث‌های HSE رو انجام دهن که خیال همه راحت باشه که بالاخره میتونیم که اتفاق نیفته. حوادثمون به سمت صفر حرکت کنه، به سمت اقلیت بیاد حرکت بکنه که انشاءالله تو کمیته حفاظت هم این انتظار رو ما خواهیم داشت. در سالهای گذشته هم بوده و برامون ارسال شده. انتظار داریم هر چی گام‌هامون به سمت جلو داریم حرکت می‌دهیم این کمیته‌هامون فعال‌تر و بهتر شود. بحث صلاحیت ایمنی هست. فرمودن آقای مهندس جلودارزاده در کشورهای اروپایی در سال 1995 بحث پیمانکاران صلاحیت ایمنی مطرح شد. ما هم جناب مهندس از 2 سال گذشته قانون شده است که حتما جناب دکتر عرضم به حضورتون تمامی پیمانکاران شرکت ها بایستی نسبت به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی اقدام بکنند. وزارت تعاون و رفاه اجتماعی هم به عنوان بانی این قضیه و ناظر بر این موضوع به صورت گریزی ما این کار رو انجام دادیم. اما از ابتدای سال 98 در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد هیچ گونه پیمانکاری جناب دکتر جناب مدیران شرکت ها در واحدی نباید باشد که فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی باشه. حتما باید گواهینامه‌شون اخذ کنن و مجلس شورای اسلامی هم ابلاغیه دستورالعملی رو که زد فرمود کارفرمایی اگر نسبت به اخذ پیمانکار اقدام بکنه که اون فاقد گواهینامه صلاحیت ایمنی باشد به عنوان متخلف حساب میشه مطابق ماده 100 قضایی. ما بایستی اعلام گزارش به بالاترین مرجع شهرستان دادستان محترم اعلام بکنیم که این کار رو هم انجام دادیم. جلسات متداول رو با پیمانکاران و شرکت‌ها در نظر گرفتیم.
انتظار داریم در همه حوزه‌های معدنی به تعداد کافی نیروهای ایمنی در حوزه‌ها مستقر باشن، مخصوصا در خود شرکتی هم که هستیم. حالا من آمار دقیقشون رو باز نگرفتم، خواستم نیروی شما بدن، مستقر باشن و نیروهای ایمنی هم واقعا همون رسالتی رو که دارن انجام دهن، همان وظیفه‌ای رو که هست انجام دهن، همون گام‌هایی رو که در حوزه‌های ایمنی هست انشاءالله بردارن. انتظار داریم نسبت به استقرار کارشناسان بهداشت در حوزه‌های تمامی معدنی ما اقدام بشه، واحدهایی که ندارن حتما تو بحث سلامت نیروی انسانی کار بکنن و نهایتا خدمت رو عرض کنم هر گونه تجهیزی که وارد معدن میخواد بشه حتما دارای سرتیفیکیت معدنی و مجوز از وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی باشه. دوستان عزیز، امروزی که